ندای جمعه، گزیده ای از خطبه برخی از امامان جمعه اهل سنت کشور در 31 مرداد 1404. ما موسی کریمی امام جمعه بانه، هدف از طرح خلع سلاح حزب الله لبنان تضعیف محور مقاومت در منطقه و جلوگیری از ایستادگی آنها در برابر استکبار جهانی است. مولوی رئیسی امام جمعه اهل سنت سارقوک: اگر امت اسلامی به قرآن و سنت بازگردند و از اختلافات دوری کرده و برای حل مشکلات جامعه با هم همکاری کنند، آینده‌ای روشن در انتظار ما خواهد بود. شیخ دهقان امام جمعه موقت اهل سنت بندرلنگه: اظهار نظر بدون داشتن علم و آگاهی کافی در موضوعات مختلف یکی از آفت‌ها و آسیب‌های رایج در جامعه است. شیخ طاهری امام جمعه بهرستان فارس: مسجد در اسلام تنها محلی برای نماز نیست، بلکه سنگر توحید، پایگاه تربیت، وحدت، جهاد و مقاومت است. مولوی یوسفی خطیب جمعه اهل سنت صالح آباد: امروز متاسفانه اکثر مسلمان‌ها و دولت‌های اسلامی واقعیت‌ها را نمی‌بینند. اکثر دولتمردان جهان اسلام خواب هستند. ما موسی حاجی‌زاده امام جمعه موقت مهاباد: رضایت خداوند در گرو رضایت والدین است و بی‌احترامی به آنان سعادت دنیوی و اخروی را از بین می‌برد.